سلام بچه‌ها، به کانال ترک ماگازین خیلی خوش اومدین. امروز میخوام در مورد خانواده سابانجوها باهاتون صحبت بکنم. تو ویدیوی اولم هم توضیح داده بودم که هاکان سابانجو کی هستش. قبلا با خانم هاندرنچال تو رابطه بودن و 3 سال بود که رابطه داشتن ولی متاسفانه جدا شدن. خب امروز نمیخوام در مورد هاکان سابانجو صحبت بکنم، میخوام در مورد برادرش آقای حاجی سابانجو صحبت بکنم. تو ویدیوی اولم هم گفته بودم که اینا خب وضع مالیشون خیلی خوبه و تو ترکیه همه اینا رو میشناسن. خیلی هم عالی. بریم شروع بکنیم. میخوام خیلی خلاصه وار براتون توضیح بدم و در آخرم میخوام که حتما نظراتتون رو برای من کامنت بکنید. لایک هم بکنید دیگه، تو رو خدا. خب آقای حاجی سابانجو بچه‌ها تو سال 2021 میاد با خانم نازله کایا ازدواج میکنه. عکسشون هم اینجا میذارم، لطفا ببینید. این خانم تو عروسیش چند تا لباس عروس عوض میکنه. هم خانواده خودش وضعش خیلی پولدار بود، هم وضع شوهرش خیلی خوب بود و مراسم خیلی زیبایی گرفتن و همه اون موقع در مورد مراسمشون صحبت میکردن. چند تا لباس عروسینه عوض کرد. خیلی جالب بود مراسمشون، خیلی خوشگل بود، خیلی پر زرق و برق بود و زندگی رویایی اینا شروع میشه. داشتن معمولی زندگی میکردن که اینا بچه دار میشن. اسم بچهشون هم میذارن آرزو آلارا. آرزو هم اسم مامان شوهرشه. آرزو آلارا رو با هم استفاده میکنن. یه دختر دارن، یه دختر خیلی ناز و خوشگلی دارن. صورتش رو به اشتراک نمیذارن ولی اتاقش رو تازگی‌ها مامانش تو صفحه خودش به اشتراک گذاشته بود. خیلی وایرال شد. همه میگفتن که چقدر خوشگله، چقدر قشنگه اتاقش و همه میگفتن که وای ما حسودی کردیم و اینا. واقعا هم اتاق بچه خیلی خوشگله. بعد یه مدتی بچه یه خانومی به رسانه ها رفت و اعتراف کرد که با این آقا تو رابطه بوده و ازش یه بچه داره. این بچه تو سال 2021 به دنیا اومده. یعنی این پسر بچه اسمش اوزای هستش. این پسر بچه به دنیا میاد بعد 8 ماه با خانم نازله کایا آقای حاجی سابانجو ازدواج میکنه و چت های واتساپشون رو به اشتراک گذاشت. این آقا رد کرد، گفت که نه اون بچه من نیست، اصلا من این خانومو نمیشناسم. ولی چت هاشون این خانم به اشتراک گذاشت و معلوم شد که بله اینا تو رابطه بودن و 14 ساله که همو میشناسن. از طریق شبکه‌های اجتماعی با هم آشنا شده بودن و همیشه هم تو هتل ها و تو سفرها همدیگر رو ملاقات میکردن. این خبر خیلی جنجالی شد. همه داشتن در موردش صحبت میکردن. این آقا هم هی رد کرد، با اینکه دیگه چت ها اینا افشا شده بود رد کرد. خانم رفت یه پرونده برای این آقا باز کرد، رفتن آزمایش دادن، دیدن قاضی گفت که 99% این پسر بچه از خون تو هستش. یعنی این پسر بچه رسما مال خودشه. عکسش هم اینجا میذارم، کپی باباشه دیگه. آزمایش دی ان ای هم نمیدادن. به هر کی که میپرسیدی میگفت که این بچه این آقاست، از بس که به همدیگه شبیهن. فقط اینو بگم که این خانوم زمانی میاد افشا میکنه که خودش هم متأهله و گفته که زمانی که خودش متأهل بوده با این آقا میرفتن تو هتل قرار مدار میذاشتن با همدیگه. اون موقع ها خانوم نازله کایا هم همچنان همسرش بوده. خب میگه که این خانوم فاطمه میگه که بعد ازدواجشون هم ما چند بار تو هتل قرار گذاشتیم و همدیگر رو ملاقات کردیم. حالا جواب دی ان ای اومد، دوباره اینو رد کردن، گفتن که نه من باز قبول نمی کنم. این آقا قبول نکرد، دوباره پرونده باز کرد این آقا و قاضی این بار رد کرد درخواستشو، گفت که نه امکان پذیر نیست، این فرزند تو هستش، نمیتونی اعتراض بکنی به این جواب. و در نهایت این پسر بچه فامیلی سابانجوها رو گرفت و خب از میراث اینا هم میتونه استفاده بکنه. آخه میدونید جالبیش اینجاست که همه منتظر بودن که نازله کایا بیاد یه استوری بذاره، یه توضیحی بده، مثلا بگه که من میخوام از این آقا طلاق بگیرم. چرا؟ چون که به من خیانت کرده و کل ترکیه هم این موضوع رو فهمیدن. خودش هم اتفاقا خانواده پولداری داره دیگه، میتونه بره و حالا زیادم براش مهم نیست اینجور چیزا. ولی متاسفانه اومد گفت که تو روز ولنتاین بود اشتباه نکنم، حاجی سابانجو براش یه عالمه گل گرفته بود، یه 200 شاخ گل فکر کنم، گل قرمز براش گرفته بود. اونو استوری کرد، گفت که خیلی ممنونم عشقم، خیلی تشکر میکنم ازت و اعلام کرد که خبر جدا نمیشن از هم دیگه و اینکه
زمانی که جواب نهایی آزمایش DNA اومد، اینا شبش رفتن به مسافرت و نازل کایا هی استوری میذاشت که هی لبخند میزد، هی با شوهرش جستینا میگرفت، استوری میذاشت، خیلی فعالیت میکرد اون موقع ها و همه رسانه ها میگفتن که خیلی غیر طبیعیه، اصلا صمیمی نیست رفتارشون و فلان. بچه همون موقع ها بود یکی از فامیلای سابانجوها، دقیقا نمیدونم دختر خاله‌شونه دختر داییشونه چیه، یه دختری هست به اسم ملیسا سابانجو. اون دختر هم با کی تو رابطه بوده به نظرتون؟ با اکس خانم هانده ارچل. اکس خانم هانده ارچل توی کرم بورسین. همون موقع هایی بود که هانده و هاکان با هم بودن. اون موقع ها هم ملیسا و کرم بورسین با هم تو رابطه بودن و اعلام کردن که یعنی یه سری شایعاتی در اومد، کاملا اینجوری نشد که واضح و شفاف بگن که ما نمیخوایم مثلا کرم بورسینو. انگار پافشاری کردن به ملیسا خانم، گفتن که حتما این رابطه رو تموم بکن. اینا رابطه‌شون رو زودتر تمام کردن و بعد چند ماه هم که هانده ارچل و هاکان سابانجو از هم جدا شدن. از نظر من آرزو سابانجو یعنی مادرشون خیلی به مادیات فکر میکنه، خیلی به اونجور چیزا اهمیت میده. چون نازل کایا عروسش از خانواده مرفهی اومده بود، اونو به راحتی قبول کرد، اجازه داد که با اون ازدواج بکنه. ولی متاسفانه از زمانی که هانده و هاکان با هم تو رابطه بودن، هانده هم خب خودشو کشیده بالا دیگه، وضع مالش الان خیلی خوب شده، داره با بهترین کمپانی‌ها و شرکت‌های بزرگ کار میکنه، واقعا الان دستش تو جیب خودشه دیگه و همه هم میشناسن، خیلی دوستش دارن، فالوورای خیلی زیادی داره، دختر خیلی مهربون و خوبیه، خیلی خوشگله. نمیدونم دیگه چی میخواد. از همون اول که رابطه‌شون رو افشا کردن، رسانه ها عکسینا گرفتن، آرزو سابانجو اصلا احساس میکردم که داره با هانده یه جورایی رقابت میکنه. نمیخوام ها آرزو سابانجو رو بد جلوه بدم، ولی یه همچین حسی بهش دارم، اصلا با نازل کایا یه جور دیگه برخورد میکنه. همچنین اینو هم بگم چندین بار تو این 3 سالی که با هم تو رابطه بودن اینا چندین بار به مراسم رفتن، تولد گرفتن و از اینجور حرفا. تو هیچ کدومش عکس هانده رو اصلا به اشتراک نذاشته. نمیخوام بزرگ صحبت بکنم ولی من جای نازل کایا بودم، حتی خانواده‌ام وضع مالش انقدرم خوب نبود. آدم به هر حال عادت میکنه دیگه، بعد یه مدتی مثلا نمیتونه که ببخشید از هواپیما بیاد سوار خر بشه، میدونی چی میگم؟ یکم برای آدم سخته، ولی خودش هم زندگی خیلی خوبی داره، تو اینستاگرام هم فعالیت میکنه، بلاگر هم هستش دیگه. میتونست جدا بشه، من اگه جاش بودم 100% جدا میشدم. من خیانت رو نمیتونم قبول بکنم. به نظرم خیلی اشتباه کرد، چون نه تنها با این خانوم بلکه با دخترای دیگه هم انگار رابطه داشته و تو اینستاگرام خیلی پیام داده به یه سری دخترها، به یه سری بازیگرایی که خیلی معروف هستن. البته اینا یه جورایی ادعا هستن، فعلا اونا ثابت نشده، ولی این ثابت شد که با اون خانوم تو ارتباط بوده، به خانم نازل کایا خیانت کرده، بچه داره از اون خانوم و همچنان هم قبول نمیکنه. به احتمال زیاد به اون بچه هم اصلا نمیرسه، فقط پول واریز میکنه به حسابش. و اینکه اینو هم بگم بچه‌ها، اون خانوم از این آقا میخواسته که مثلا به این خانوم فاطمه خانوم پول بفرسته تا فاطمه خانوم از شوهرش جدا بشه. بعد دیده که این آقا پول نمیده، اینا هرسی شده و به خاطر همون بود که افشا میکنه. به آخر ویدیو رسیدیم، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. خیلی دوستتون دارم، ماچ به کلتون، مراقب خودتون باشین. اگه امکان داشته باشه به من یه لطفی بکنید، لطفاً عضو کانالم بشید.